سقوط یک قهرمان و معمای خونین. با آدمی فکر کنید که همه چیز داره: شهرت، ثروت، محبوبیت و یه زندگی که آرزوی میلیون ها نفره، ولی فقط توی یک شب تبدیل میشه به منفورترین چهره آمریکا. داستان امروز ما فقط یه پرونده قتل معمولی نیست. این داستان سقوط او جی سیمپسونه، مردی که تصویرش روی جعبه‌های کورنفلکس صبحانه بود، اما ناگهان اسمش با خون و جنون گره خورد. پرونده‌ای که بهش میگن محاکمه قرن، جایی که واقعیت از هر فیلم سینمایی عجیب‌تر بود. امروز میخوایم پرونده‌ای رو بازخوانی کنیم که آمریکا رو به دو نیم تقسیم کرد. برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنیم، اول باید بفهمیم او جی سیمپسون کی بود. اون برای مردم آمریکا فقط یه بازیکن فوتبال نبود. اون یه نماد بود. یه ستاره سیاه پوست که تونسته بود از محله‌های فقیرنشین بیاد بیرون و تبدیل بشه به محبوب ترین چهره تبلیغاتی و حتی بازیگر هالیوود. لبخند دائما روی لبهاش بود و رفتارش دوستانه بود و همه مردم دوستش داشتن. او جی با نیکول براون، یه زن سفیدپوست زیبا و جذاب، ازدواج کرده. تو ظاهر اونا زوج رویایی بودن. عکساشون روی جلد مجلات برق میزد و همه حسرت زندگیشون رو میخوردن. اما پشت درهای بسته عمارت مجللشون توی منطقه برنت‌وود واقعیت چیز دیگه‌ای بود. گزارش‌های پلیس نشون میداد که نیکول بارها با پلیس تماس گرفته و از خشونت شوهرش شکایت کرده. یه رابطه سمی پر از دعوا، کتککاری و آشتی‌های موقت. بالاخره نیکول تصمیم گرفت جدا بشه تا خودشو نجات بده، اما انگار سایه او جی قرار نبود هیچ وقت از سرش کم بشه. حالا میرسیم به اون شب شوم، شب 12 ژوئن 1994. حوالی نیمه شب یه همسایه صدای بیوقفه و عجیبه یه سگ رو میشنوه. سگ نیکول بود که پنجه‌هاش خونی بود و انگار میخواست راهی رو نشون بده. همسایه ها سگ رو دنبال میکنن و به جلوی خونه نیکول میرسن و صحنه‌ای که اونجا میبینن رو هیچ وقت نتونستن فراموش کنن. جسد غرق در خون نیکول براون روی زمین افتاده بود. شدت جراحات به قدری وحشتناک بود که نشون میداد قاتل با یه خشم و نفرت عمیق بهش حمله کرده. کمی اون طرفتر جسد مرد جوانی به نام رونالد گلدمن پیدا شد. رونالد فقط یه دوست ساده بود که اون شب بدشانسی آورده بود و برای پس دادن عینک مادر نیکول به اونجا رفته بود و ناخواسته وسط یه معرکه خونین گیر افتاد. پلیس بلافاصله وارد عمل شد. سرنخ‌ها خیلی زود اونا رو به سمت یه نفر برد: او جی سیمپسون. چون خونه او جی فقط چند دقیقه با محل قتل فاصله داشت و پلیس اونجا لکه‌های خونی پیدا کرد که با خون قربانی‌ها مطابقت داشت. مهمتر از اون، یک لنگه دستکش چرمی خونین در محل قتل پیدا شد و لنگه دیگه‌اش توی حیاط خونه او جی. همه چیز مثل قطعات یه پازل داشت کنار هم چیده میشد و انگشت اتهام مستقیم به سمت قهرمان ملی آمریکا بود. این جای داستان شاید عجیب‌ترین اتفاق تلویزیونی تاریخ باشه. پلیس حکم بازداشت او جی رو صادر میکنه. وکلاش قول میدن که اون خودش رو تسلیم میکنه، اما روز 12 ژوئن او جی ناپدید میشه. به جای تسلیم شدن سوار یه ماشین فورد برانکو سفید میشه که دوستش ایسی کاولینگز رانندش بود. این تعقیب و گریز شبیه فیلم‌های اکشن نبود. یه تعقیب و گریز با سرعت پایین توی بزرگراه‌های لس آنجلس. پلیس‌ها با فاصله دنبالش بودن و هلیکوپترهای خبری بالای سرش میچرخیدن. 95 میلیون نفر توی آمریکا نشسته بودن پای تلویزیون و زنده این صحنه رو تماشا می‌کردن. حتی مسابقه فینال بسکتبال قطع شد تا این تصاویر پخش بشه. او جی توی ماشین اسلحه داشت و تهدید به خودکشی میکرد. مردم اومده بودن روی پل‌های هوایی و با پلاکارد تشویقش میکردن. فضای عجیبی بود، تلفیقی از سیرک رسانه‌ای و تراژدی انسانی. بالاخره او جی شب هنگام جلوی خونش تسلیم شد و بازداشت شد. دادگاه شروع شد و تبدیل شد به یه نمایش تمام عیار.
اوجی سیمپسون ثروتمند بود، پس رفت سراغ بهترین و گرونترین وکلای آمریکا، تیمی که رسانه‌ها بهش لقب تیم رویایی رو دادن. افرادی مثل رابرت شاپیرو و از همه مهمتر جانی کوکران. استراتژی تیم دفاع خیلی هوشمندانه و البته جنجالی بود. اونا تصمیم گرفتن به جای اینکه فقط بگن اوجی بیگناهه، سیستم پلیس لس آنجلس رو محاکمه کنن. تیم دادستانی به رهبری مارسیا کلارک و کریستوفر داردن کلی مدرک داشت. دی ان ای اوجی در صحنه جرم بود، خون قربانی ها روی جوراب اوجی توی اتاق خوابش بود، موهای اوجی روی لباس رونالد گلدمن بود. از نظر علمی پرونده بسته شده به نظر می رسید، اما تیم دفاعی اوجی یک کارت برنده داشت: نژاد پرستی. اونا ادعا کردند که پلیس لس آنجلس فاسده و برای پاپوش دوختن برای یه ستاره سیاه پوست مدارک رو دستکاری کرده. اونا تمرکزشون رو گذاشتن روی یکی از کاراگاه‌های پرونده به اسم مارک فورمن. وقتی مشخص شد که فورمن سابقه نژاد پرستی داره و قبلا از الفاظ رکیک علیه سیاه‌پوستان استفاده کرده، اعتبار کل تحقیقات پلیس زیر سوال رفت. جانی کوکران با مهارت تمام تونست ذهن هیئت منصفه رو از مدارک قتل به سمت توطئه پلیس منحرف کنه. اوج درام این دادگاه لحظه‌ای بود که شاید سرنوشت پرونده رو تغییر داد. دادستان کریستوفر داردن در یک حرکت ریسکی از اوجی خواست که توی دادگاه همون دستکش‌های چرمی خونینی که پیدا شده بود رو دستش کنه. اوجی جلوی چشم میلیون‌ها بیننده تلاش کرد دستکش‌ها رو بپوشه. اون فیگور گرفت، زور زد و نشون داد که دستکش‌ها براش کوچیکن و وارد دستش نمیشن. اینجا بود که جانی کوکران، وکیل زیرک اوجی، اون جمله معروفش رو گفت که توی تاریخ موندگار شد: اگه دستکش اندازش نیست، اون باید تبرئه بشه. البته بعدها خیلی ها گفتن که دستکش ها به خاطر خونی بودن و یخ زدن جمع شده بودن، یا اینکه اوجی از قبل داروهای خورده بود که دستاش ورم کنه، یا حتی موقع پوشیدن عمدن انگشتاشو خم میکرد. اما دیگه خیلی دیر شده بود. اون تصویر توی ذهن هیئت منصفه حک شد. دستکش اندازه نبود، پس قاتل اوجی نیست. بعد از ماه‌ها جنجال، روز 3 اکتبر 1995 فرا رسید، روز اعلام حکم. خیابون‌های آمریکا خلوت شد، همه منتظر بودن. منشی دادگاه کاغذ رو باز کرد و خوند: ما هیئت منصفه متهم رو بیگناه می‌دونیم. در این لحظه سکوت مرگباری برقرار شد و بعد از اون انفجار احساسات. تصاویری که از اون لحظه ثبت شده عجیبه. اوجی لبخند پیروزمندانه‌ای زد، اما خانواده گلدمن و براون توی دادگاه زجه می‌زدن و گریه می‌کردن. بیرون از دادگاه هم واکنش‌ها کاملاً دو قطبی بود. جامعه سیاه پوستان که سالها طعم بی‌عدالتی سیستم قضایی رو چشیده بودن، این حکم رو یه پیروزی بزرگ می‌دونستن، نه لزوماً به خاطر بیگناهی اوجی، بلکه به خاطر شکست خوردن پلیس. اما جامعه سفید پوستان و بسیاری دیگه در شوک و خشم فرو رفتن. چطور میشه با اون حجم از مدارک دی ان ای کسی آزاد بشه؟ اوجی سیمپسون آزاد شد، اما زندگی سابقش دیگه وجود نداشت. دوستاش ترکش کردن، هالیوود درها رو به روش بست و اون تبدیل شد به یه طرد شده اجتماعی. خانواده قربانی ها اما دست بردار نبودن. اونا یک دادگاه مدنی تشکیل دادن. توی دادگاه مدنی که استاندارد اثبات جرم متفاوت بود، اوجی مسئول مرگ نیکول و رونالد شناخته شد و محکوم شد به پرداخت 33 میلیون دلار غرامت. پولی که البته بخش زیادیش رو هیچ وقت پرداخت نکرد. سالها گذشت و اوجی سعی کرد دوباره خودنمایی کنه. اون حتی یک کتاب جنجالی نوشت با عنوان اگر من انجامش میدادم. توی این کتاب اون با وقاحت تمام سناریویی رو شرح میده که اگر قاتل بود چطور قتل رو انجام میداد. خوندن این کتاب مو به تن آدم سیخ میکنه، چون جزئیاتش خیلی دقیقه. اما سرنوشت بالاخره یقه اوجی رو گرفت. سال 2007 توی لاس وگاس، اوجی به همراه چند نفر مسلح وارد یه اتاق هتل شد تا به قول خودش وسایل یادگاری شخصیش رو از چند تا دلال پس بگیره. این کار تبدیل شد به سرقت مسلحانه و آدمربایی.
این بار دیگه تیم رویایی در کار نبود، خبری از بحث نژاد پرستی هم نبود و هیئت منصفه هم دلرحم نبودند. اوجی سیمپسون به 33 سال زندان محکوم شد. دقیقاً 13 سال بعد از اینکه از اتهام قتل تبرئه شده بود. انگار کارما با تأخیر ولی با قدرت عمل کرد. اوجی سیمپسون سال 2017 با عفو مشروط آزاد شد و نهایتاً در سال 2024 از دنیا رفت. اما پرونده اون هنوز هم بازه، نه در دادگاه بلکه در ذهن مردم. این پرونده نشون داد که سیستم قضایی چقدر میتونه تحت تأثیر شهرت، پول و مسائل نژاد پرستی قرار بگیره. نشون داد که گاهی حقیقت قربانی نمایش میشه. هنوز هم وقتی به عکس‌های خندون نیکول براون و رونالد گلدمن نگاه میکنیم یه سوال تلخ باقی میمونه. آیا عدالت واقعا اجرا شد یا قاتل تونست با پول و نفوذ از چنگ قانون فرار کنه؟ نظر شما چیه؟ فکر میکنید اون دستکش واقعا اندازه نبود یا همه اینها یه نمایش بزرگ بود؟ نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. ممنون که تا آخر این داستان تلخ و پیچیده همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.